سلام، با مجموعه مهمترین خبرها از 8 صبح خوش آمدید. سرخط خبرها: درگیری خودی طالبان در خوست، یک جنگجوی این گروه کشته شد. نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد صلح و زنان. فایق میگوید که سیاست‌های طالبان خلاف ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم افغانستان است. چین میگوید مالیات کالاهای صادراتی افغانستان به بیجینگ به گونه کامل معاف می شود. حمله اسرائیل بر ایران: پاکستان، عربستان سعودی، عراق، قطر، مالزیا و عمان این حمله را محکوم کردند. و گوتریش میگوید که تهاجم روسیه بر اوکراین نقض منشور سازمان ملل است. به تفصیل خبرها میپردازیم. منابع محلی در خوست میگویند که در پی درگیری خودی طالبان بر سر یک پسر در این ولایت یک جنگجوی این گروه کشته شده است. منابع روز شنبه 5 اقرب به روزنامه 8 صبح تایید کردند که این رویداد روز گذشته در ولسوالی زازی میدان رخ داده است. به گفته منابع، جنگجوی کشته شده ملا عزیز گل نام داشت و مسئول مرکز تعلیم و تربیه پلیس طالبان در این ولسوالی بود. بر اساس اطلاعات منابع، این درگیری بر سر موضوع یک پسر رخ داده است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است و مسئولان محلی طالبان در خوست نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که پیش از این هم گزارش‌های در مورد درگیری خودی طالبان در نقاط مختلف کشور نشر شده بود. چند ماه پیش نیز در پی درگیری خودی طالبان در تخار یک جنگجوی این گروه کشته شده بود. نصیر احمد فایق، نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود گفته است که سیاست‌های طالبان نمایانگر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم افغانستان نیست. فایق روز شنبه با نشر متن سخنرانیش در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که طالبان تعهدات بین المللی حقوق بشری افغانستان را نقض کردند. او افزوده است که زنان و دختران افغان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی طالبان روبرو هستند. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطر نشان کرده که این گروه با صدور دست کم 90 فرمان سرکوبگر حقوق آنان را نقض کرده است. همچنان در متن این سخنرانی آمده است که جامعه جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان افغان از سوی طالبان بی‌طرف باشد. به گفته فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی طالبان را به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. وارد کردن فشار بر طالبان بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی به منظور حمایت از زنان افغان از خواستهای مهم نصیر احمد فایق از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. این در حالی است که هفته گذشته نیز فایق در کمیته سوم 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که وضعیت کنونی افغانستان زیر سلطه طالبان نیازمند اقدامات قاطع، اصولی و متحد جامعه جهانی است. وزارت خارجه چین میگوید که از ماه دسامبر مالیات کالاهای صادراتی افغانستان به بیجینگ به طور کامل معاف می شود. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز جمعه افزوده است که این اقدام برای همکاری تجاری دو جانبه انجام شده است. یک روز پیش از این، جاو شنگ، سفیر چین در افغانستان، در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی طالبان، از معافیت کامل تعرفه‌های کالاهای صادراتی افغانستان به چین خبر داده بود. سفیر چین گفته است که کشورش در ماه دسامبر مالیات بر صادرات کالاهای افغانستان را برمی‌دارد و سطح صادرات محصولات افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. او خاطر نشان کرده است که سطح صادرات افغانستان به چین در سال جاری 11.5% بوده و این رقم در سال آینده باید به 25% برسد. شنگ همچنان از طرح دهلیز اقتصادی میان افغانستان، چین و تاجیکستان خبر داده و افزوده که قرار است در آینده نزدیک در این مورد نشست برگزار شود. او درباره این طرح جزئیات بیشتری فاش نکرده است. هرچند چین طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تعامل سازنده‌ای با این گروه برقرار کرده است.
و دنبال حمله هوایی اسرائیل بر ایران، برخی از کشورها از جمله پاکستان، عربستان سعودی، عراق، قطر، مالزی و عمان این حمله را محکوم کردند. وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه با نشر بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است حمله نظامی اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی است. پاکستان هشدار داده است که ادامه چنین حملات سبب افزایش تنش‌ها در خاورمیانه خواهد شد. اسلام آباد اسرائیل را مسئول کامل افزایش تنش‌ها در گسترش جنگ در خاورمیانه دانسته است. وزارت امور خارجه پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواستار برداشتن گام‌های جدی برای پایان اقدامات اسرائیل در خاورمیانه شده است. بر اساس گزارش روزپلس، وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز با محکوم کردن این حمله آن را نقض حاکمیت ایران خوانده است. ریاض از تهران و تلایو خواستار خویشتن‌داری و کاهش تنش‌ها شده است. با این حال، وزارت امور خارجه عمان در واکنش به حمله اسرائیل بر ایران از جامعه جهانی خواسته است که برای توقف حملات تلایو بر کشورهای خاورمیانه اقدامات فوری انجام دهد. گفتنی است که ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی چند روز پیش ایران بر تلایو اوایل روز شنبه با دست کم 100 جنگنده و پهپاد بر مراکز نظامی ایران حمله کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح عادلانه در اوکراین شده است. گوترش جمعه شب در بیانیه‌ای در ایکس از دیدارش با پوتین در حاشیه نشست بریکس خبر داده است. دبیر کل سازمان ملل از پوتین خواسته است که به این جنگ نقطه پایان بگذارد. او افزوده است تهاجم روسیه بر اوکراین نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی است. گوترش تصریح کرده که سازمان ملل از حاکمیت قانون، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها حمایت می‌کند. او همچنان بر حمایت خود از ایجاد توافقنامه برای کشتیرانی مسئول و امن در دریای سیاه شده است. دبیر کل سازمان ملل ادعا کرده مسیر دریای سیاه برای امنیت غذایی جهانی مهم و حیاتی است. این نخستین دیدار گوترش با پوتین پس از بیشتر از 2 سال و تهاجم روسیه بر اوکراین گفته شده است. همزمان با این، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درخواست سفر گوترش به کیف را رد کرده است. زلنسکی اشتراک دبیر کل سازمان ملل در نشست بریکس در شهر کازان روسیه را نقض اعتبار قوانین بین المللی خوانده است. بینندگان عزیز، این بود مجموعه مهمترین خبرها. تا این دم از همراهیتان سپاس.